الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مهربان دعا میکنیم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما را به خیر گرداند. از الله مهربان دعا میکنیم که ایمانهای ما و شما را با سلامت نگه بدارد. الله را سپاس و حمد میگوییم که ما و شما را در یک راه درست، در یک راه نیک توفیق عطا کرده است. و الله مهربان دعا میکنیم که خداوند همه گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانیم. بیماری هامون شفای کامل و مسافر هامون الله مهربان کارهاشون در برار و برکت و کشایش و با صحت و سلامت به خاندانشون برسانیم. الله مهربان دعاگو هستیم که و همچنان شکرگزار هستیم که در یک ساعتهای بسیار آسوده و امن و آرامی روزهامون گذرانده ایستاده ایم. و الله مهربان دعاگو هستیم که خداوند باز هم اخلاص هامون و محبت هامون و میل هامون به سوی دینش زیاد بگرداند. برادران خیلی عزیز و خواهر و مادرای گرامی، ما و شما در ماه ربیع الاول قرار داریم. همه ما و شما می دانیم که این ماهی به دنیا آمدن پیامبر گرامی مان، پیامبر غمخوار مان، پیامبری که الله مهربان در قرآن او را حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم گفت. یعنی پیامبری که برای هدایت ما، برای انسان کامل شدن ما، برای راست قول و برای از عذاب خدا نجات یافتن ما بسیار حریص بود. در این ماه مبارک به دنیا آمدن. برادران عزیز، در ماه و سال آمدن پیامبر بین دانشمندها بعضی اختلاف ها وجود دارد. اگرچند روایت معروف میگن 12 ربیع الاول است، مطابق میگد به 20 اپریل 570 هست و عام الفیل میگن، یعنی همون حادثه را که ابرهه اشرم مصری که فیل ها را که ما در سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خواندیم که فیل ها را آورد تا خانه کعبه را چپه کند. در روایت معروف میگویند
همون سال فیل، همون سال حادثه ده 12 ربیع الاول مطابق با 20 اپریل 570 میلادی این پیامبر نازنین به دنیا آمدند. ولی نظر دیگری دانشمندها هم مثل یکی از دانشمندهایی که بگیم علمی فلکیات داشت با محمود پاشای مصری که این بنده خوبی خدا میگه تولد پیامبر گرامی با 9 ربیع الاول با 20 اپریل 571 راست می آید. و الله رحمت کند صفی الرحمن مبارک پوری را، این کس در کتاب معروف خودش رحیق المختوم میگوید 9 ربیع الاول، یعنی در ماه او مقصد 9 ربیع الاول گفتند و سال او را مقصد 1 سال میگد بعد از حادثه فیل شدگی، یعنی 571 میلادی 9 ربیع الاول و 40 سال میگد از پادشاهی انوشیروان یعنی پادشاه ایران گذشته بود که این پیامبر میگد به دنیا آمد. دیگر خدا رحمت کند علمای دیگرم مثل محمد سلیمان منصور پوری هم این هم مقصد همون 9 ربیع الاول میگد، ولی در تاریخاش 20 اپریل میگم 570، 22 اپریل میگم 571. خلاص همینجا در بعض اختلافات یعنی در بگیم همون تاریخ روز و سال تولدش هست. من این را برای شما کمتر وسیع‌تر کردم که تا شما نظر دانشمندها را در اطراف تولد پیامبر داشته باشید. ولی برادران عزیز، مهم این است که همون سالی که پیامبر به دنیا آمد، الله مهربان که بسیار به بندگانش ترحم دارد، وضعیت که دید، دنیا را که دید، ظلم و خشونت در بالای بندگانش که دید، خودش همان دنیا گویم همان عصر در حالت ترکیش بود و نیازی به آمدن یک پیامبر مثل محمد صلی الله علیه و سلم پیدا کرد. پس الله مهربان این پیامبر نازنین در همون سال روان کرد. برادران عزیز، من وقتی میگویم همون عصر، همون دنیا خیلی در ظلم و در خشونت، در استثماری گویم فرزند انسان مبتلا بود، حقیقتا شما اگر نظر به تاریخ ها کنین هر آینه سخن ها را شما در اونجا میابید. به خاطر که مردم دیگر از خدای خود غافل مانده بودند، دیگر انسان پرستی آمده بود، بت پرستی آمده بود، دیگر خدا پرستی از بین رفته بود. حتی شما آگاهی دارید که زمانی که پیامبرمان در زمانی که تولد شده بودند، در همین یک خانه کعبه 360 بت که هر کدام او با نام داشت و با خودش یک بگیم صورتی را برای او ساخته بودند و مردم نزد او قربانی میکردند و از اونها
گویم کمک طلب میکردن. از این لحاظ یعنی این دلالت بر او میکنه که مردم از خدایی که آفریدگارشان بود الکی مردم فراموش کرده بودن. از این بدتر این بود باز که خود همین مردم عرب برادران عزیز دست به گویم کشتار فرزندها می زدن. ما در آیات قرآن خواندیم که روز قیامت فرزندهایی را که اینها بردن زنده به زنده گرانیدن از ترس آنه که من ایره فردا مقصد خورانده و پوشانیدن میتونم. الله مهربان گفت اینها روز قیامت از این پدر و مادراشون گریبانگیر می شوند و بین قومها جنگ های بسیار طولانی دوام می خورد. در بین مردم دیگر زنا، قمار، شراب نوشی، خون ناحق ریزانیدن، دیگر اینها گویم حسابش گم بود. در عصرهای 5 تا 10 که در قسم شمال و غرب مردم اروپا زندگی میکردن، اینها را در تاریخ میارن که چقدر در اینها بد اخلاقی، بی‌تمیزی، جنگ های بین یکدیگر خیلی و خیلی زیاد بود. حتی در همون ملک های اروپا بحث میشد که آیا همین زنم در قطار آدم حساب می شود یا نمی شود. در ملک های هند اگر نگاه میکنی در تاریخ، وقتی که شوهر که میگذرد دیگر زن حق زندگی کردن ندارد، یا او را زنده به زنده همراه همون مردکش میگرارن یا خودش باید وای آتش زدن، دیگر حق زندگی نداشت. مثل همون در یونان، مثل همون سقراط و افلاطون و همونها حتی در گرد زنها بحث میکردن که آیا اینها مقصد همچو حکمشون کردن همچو یک چیز، یعنی وقتی حکم یک چیز کشید ما میتونیم اینها را بفروشیم، میتونیم اینها را در عوض قرض هامون هم بدیم. در طرف های ایران باشد، میگه وقتی که پادشاه عطسه میزد، اگر خدای نکرده یک کس میگفت که مقصد برکت یابی یا سلامت باشی، این سخن گفتگی آدم پیشی مقصد مردم جزا میگیره، به خاطر که پادشاه بالاتر از او میستد که نیازی به دعای ای داشته باشد. یعنی اون نیاز ندارد که او را تو مثال دعاتی، تو حق دعا دادن او نداری. یا پادشاه خانه نفری میرفت، از خراج دولتی او را دیگر تا مردنش آزاد میکردن و هر روزی رفتگی ای را مقصد در او خانه جشن میگرفتن. در تاریخ آمده است که یزدگرد وقتی که فتوحات اسلامی شد، از مدائن که گویم پایتخت دولت ساسانیان بود، وقتی فرار کرد، همراهش میدانی چقدر آدم خدمت میکرد. 1000 نفر فقط آشپزاش بود، 1000 نفر دیگر نوازنده هاش بود، 1000 نفر دیگر نگاه و بینش میکردن، 1000 نفر دیگر
حیوانهاش را نگاه میکردن. وقتی میگه همینها را نگاه کرد، گفت من چگونه با این قدر خدمتگاری کم من چه خیال حیات به سر میبرده باشم. یعنی برادران عزیز، وقتی دنیا به این حالت که آمد، الله بسیار بسیار مهربان پیامبری را فرستاد که تا یک تبدلات کلی در روی عالم بیاره، تا بندگان خدا، تا مردم خدا از این گونه خشونت و از این گونه مشکلات ها رهایی بیاون و مقصد مردم آزاد زندگی کنند. الحمدلله رب العالمین که او پیامبر گرامی به دنیا آمدند. ما الله مهربان بسیار سپاسگزاری میکنیم که خدای مهربان ما را توفیق داد و در زمان ما حیات به سر میبریم که امتی چنین پیامبری هستیم که روز قیامت وقتی هر یک پیامبر امتاش به پیشون میروند و طلب شفاعت میکنن، اونها اشاره میکنن که امروز همه شفاعت، همه خیرات، همه برکات در دست محمد صلی الله علیه و سلم است. پیامبر ما باز گوییم از امت خودش با یک طرف دفاع میکند، از امت پیامبرهای پیشین هم نزد الله مهربان دفاع میکند. برای همین است که الله مهربان در سوره اسراء آیت 79 میگفت ما برای پیامبر گرامی مقام محمودی دادیم. یعنی یک مقامی که برادران عزیز که اوجا پیامبر گرامی می رود و سر در سجده می ماند و طلب شفاعت امت میکند. الله مهربان میگفت است ارفع رأسک واسأل تعطى واشفع تشفع. الله مهربان میگفت است ای محمد سرت بردار، سر تعطى، چی میخواهی؟ خواهش تا بگو، خواهشت برآورده میشود. شفاعت کن هر مقداری که میخواهی. در روایت دیگری آمده است که هل رضیت من ربی، ای محمد از پیامبرت راضی شدی؟ از الله راضی شدی؟ پیامبر میگفت است رضیت یا ربی، راضی شدم ای پروردگار. ما الله را سپاسگزاری کنیم که برادران عزیز چنین پیامبر ما امت هستیم که امید از شفاعتش در روز قیامت داریم. شیخ سعدی می گفت نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. نماند به عصیان کسی در گرو، که دارد چنین سید پیشرو. الله مهربان سپاس بگیم که ما چنین سید پیشرو داریم، ما چنین پیامبری را الحمدلله رب العالمین که ما امت گوییم. برادران عزیز و گرامی، زین لحاظ این پیامبر بر ذمه هر کدام ما این است که ما باید دوستش داریم. ما باید از جان مانده هم پیامبر نازنین را دوست بداریم. قرآن در الله مهربان در سوره احزاب خبر می‌دهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. ببین زنهای پیامبر همش حکم مادر دارن به شما. هر نام زن پیامبر میگیری باید گوی مادرم عایشه، ببین مادرم خدیجه، مادرم صفیه، یعنی هر که مادرم حفصه. هر کدام اینها برای ما مردم مسلمان مادر هستند. خداوند میگه اینا حکم مادر دارن. ولی پیامبر از جانهاتونم دیده
بالاتر می ایستد. یعنی مقصد محبت پیامبر مقدمی همه آن محبوبیت هایی که تو داری مقدمی اونها باید باشد. برای همین خود پیامبر نازنین ما را گفت، حدیث انس ابن مالک، برادران عزیز و گرامی که راویش انس ابن مالک، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. پیامبرمون میگه اگر از فرزندهات، اگر از پدر و مادرت، اگر از جمیع دوستها و نزدیکات، اگر از خانه و درت، اگر از مال و ثروتت مرا پیشتر دوست نداری، مرا زیادتر دوست نداری، ایمان تو کامل نیست، ایمان تو نور ندارد. برای همین بود که زمانی که میگه دست پیامبر گرامی در دست عمر بود و حضرت عمر میگه از محبت زیاده گفت، حضرت طرف پیامبر ما گفت من صدقاً میگم از پدرم، از مادرم، از فرزندهام، از هر چی دارم فقط بغیر جانم تو را بیشتر دوست میدارم. پیامبر میگه حتی من نفسی، عمر تا حتی ای جانتم بیشتر دوستم نداری، مقصد من در کامل بودن ایمان تو گواهی نمیدهم. حضرت عمر برادران عزیز حقیقتا اندیشه کرد، گفت آخر تا زمانی که این پیامبر نآمده بود من در کدام راه بودم، من با چه عملها دست می زدم؟ اگر مقصد با همو عقیده و با همو راه و رویش من دنیا را ترک می کردم، من یکی از خارترین نفرهای آتش جهنم بودم. یعنی توفیل همین بود، برکت همین بود که امروز تمام روی عالم عمر میگوید، فرزنداشون عمر نام میمانند. از این لحاظ گفت حضرت از جانم دهم بیشتر دوستت میدارم. پیامبر گفت که الان یا عمر، الحال گفت ایمان تو مکمل شد، ایمان تو تقویت پیدا کرد. برای همین برادران عزیز یکی از نشانه های کامل بودنی ایمان ما همین بود است که ما چیکار کنیم؟ پیامبرمون دوست داریم. پیامبرمون نه تنها گویم فرزند آدم انسان، بلکه ایرا حتی حیوانها، حتی پرنده ها دوست می داشتن. محمد اقبال لاهوری می گفت من چی گویم از تولایش که چیست، خشک چوبه در فراق او گریست. من با این قلم چی نویسم در حق این پیامبری که مقصد من نمیتونم ایرا مدح کرده، چی قدری که خداوند ایرا مدح ثناش گفتگی است. وقتی یک خشک چوب، وقتی یک کنده خرمایی که پیامبر در بالاش می ایستاد و برای مردم موعظه میکرد، وقتی برای پیامبر منبری نو ساختن، حضرت بالای منبری نو دا برآمد، میگه همون کنده خرما مثل کودک گریه کردن. میگه تا چند صفی از نماز صدای گریه همین کنده را میشنیدن، همین چوبه گویم صدای گریهش را میشنیدن. میگه پیامبرمون از منبر پایان آمد، دستش در بالای همین کنده مان، بالای همین چوب دمان، گفت خاموش باش. صاحبای کتاب میگه اگر پیامبر نمیگفتش که خاموش باش، تا روز قیامت همین چوب گریه میکرد از فراق پیغمبر که مقصد دیگر بالای مرا ترک کرد، دیگر در بالای من نمیستد، مقصد برای خودش منبری نمیکرد. در روایت دیگر آمد است که میگه صدای آمد یا پیامبر به او سوال داد، گفت چی میخواهی؟ گفت میخواهم که درخت از درختای اهل جنت باشم. پیامبر دعا کردن خدایا همین چوبی که خواهشی مقصد، همین خرمایی که خواهشی در جنت دارد، الله مهربان
مقصد همه را داخل جنت بگردان. الله رحمت کنه صاحبای کتاب، میگه یک چوبی خشک یا یک چوبی که مقصد در او معرفت نیست، در او عقل نیست، وقتی هموش شناختش برای ما شناختن مهمتر و ضرورتره. وقتی وای چوب دوستش داشت ما هم باید دوستش بداریم. حضرت عایشه مادر ما نقل میکنه، میگه در خانه ای که من زندگی میکردم همراه پیامبر، یک کفتر میگیم یا کبوتر میگیم، میگه در همین خانه ما آمده، میگه برای خودش جای کرده بود. پیامبر میگه گفته بود که این برای من آمدگیه. وقتی میگه اهمیتش میدادم، پیامبر خواب میکرد، طهارت میکرد، نماز میخواند، تماما همین کبوتر نمی جنبید، نگاه میکرد حضرت او، مقصد از نگاه همین پیامبرمون کیفیت میبرد، لذت میبرد. وقتی پیامبر میگه از خانه که بیرون میبرامد، نگاهش میکردم بیقرار میشید، میخوان خودش ناراحت حس میکرد تا آمدن پیامبر. ببینید برادران عزیز و گرامی، حتی پرنده ها دوستش میداشتند، زیرا که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، زیرا الله مهربان گفت که این پیامبری هست که رحمت برای همه شما هست، چی برای مرد مسلمان، چی برای مرد غیر مسلمان، چی برای پرنده، چی برای حیوان ها، برای همه شما این رحمت بود. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، از پیامبر گرامیمون همیشه دفاع کنیم، همیشه دوستداری کنیم. همون محبتایی را که در اصحاب پیغمبر میخوانیم خیلی راحت میبریم و دعا میکنیم که خدای مهربان همون محبتایی که صحابه های پیامبر با پیامبر داشتن، ای کاش برای ما و شما هم آخه یک اندکشم نصیب که گردانه. از خدا امیده که با اندک محبت این پیامبرم ما انشاءالله پیشگاه پیامبر ده هم میرسیم و با جمال و با نظر و با سلام و با زیارت این حضرت هم انشاءالله از خدا امید است که لایق میشیم. در جنگ بدر شما میدونید که اولین گویم که نبردی که مسلمان ها با مردم مشرک کردند که خیلی عدد مسلمان ها کم بود، عدد مشرک ها 3 برابر زیاد بود، تجهیزاتشون هم کم بود. وقتی پیامبر میگه برادران من یک قصه محبت یک صحابه را در نسبت پیامبر به شما گویم، میگه وقتی که پیامبرمون در جهادها که میرفت صفهای مجاهدین خودش راست میکرد، در دستش میگه یک نیزه بود و با اون نیزه میگه مقصد پاهاشون میزد، شکمباشون میزد که راست شوند. و ناگاه میگه یکی از صحابه ها میگه صداش بلند کرد، این کس نامش سواد بود بین غزیه. میگه گفت چی صدا تا بلند کردی؟ گفت شکم ما گفت درمان کردی، مثلا نیزه در شکمم زد، شکمم درد یافت. گفت چی میخوایی؟ گفت در عوضش قصاص میخواهم، یعنی میخواهم که با نیزه در شکم تو بزنم. میگه پیامبر در حال در این مسئله حضرت دایم میگفت که اگر یگان کمبود و خطای از من در شما گذشته باشد مقصد بر من گویی. حضرت در حال میگه شکمش بلند کردن، همون کرتش بلند کردن. این سواد میگه نیزش پرتاف در زمین و بزانو زد، میگه و چهره هاش میگه چهرهش در شکم پیامبر میگم خیلی مالیدن گرفت. پیامبر میگه فهمید که مقصد سواد چی هست. گفت چیکار میکنی سواد؟ گفت نمیبینی که در کدام معرکه ایم؟ الحال اگر من در همینجا مقصد جام شهادت اگر بنوشم، خواستم که آخران ملاقاتم مقصد با همین انجام بیابه. برادران عزیز و گرامی، این محبت های بین هر راه ها را استفاده می بردن که
یک دست پیامبر دارند، دست پیامبر بوسه کنند، بدنهاش را در بدنهای پیامبر بگذارند. این همه از روی محبت بودند. برای این برادران عزیز و گرامی، ما باید که چگونه ای که پیامبر گرامی ما را دوست داشتند، چگونه ای که تمام عمر برای امتش دعا میکرد، ما باید به قدر این محبت، ما باید به قدر این مقصد رسیدن حبیب خدا برای ما و شما، دعاهای او، گریه های او، باید که ما برادران عزیز همیشه از سنت های پیامبر ما، همیشه از راه رویش پیامبر ما، همیشه از حرمت اهل و بیت پیامبر ما باید دائم برادران عزیز دفاع کنیم و دائم همیشه ما باید پیرو و عمل کننده باشیم. وقتی پیامبرمان برادران عزیز امر شد که باید از مکه هجرت کنه، امر شد از نزد الله مهربان، زیرا که یک روز پیش 11 نفر از همون سرکرده های مکه، بگیم دانشمندها و با عقلها و پولداراشان، ببین نشستند پشت درهای پوشیده مصلحت کردند و نقشه از بین بردن محمد صلی الله علیه و سلم کشیدند که در اونجا ابو لهب هم بود، در اونجا ابو جهل هم بود، در اونجا عقبه ابن ابی معیط هم بود، در اونجا مقصد انا هشام ابن ابی العاص بود، در اونجا مقصد ابی ابن کعب بود، ابی ابن خلف بود. خلاص 11 نفر بودن. هر کسی از روی فهمیش و درک عقل خودش یک پیشنهاد میکرد. اخیر به خلاصه آمدن که از هر یک قوم یک نفری را میگیرن و میارن نفرهایی که مقصد خیلی تنومند بودن، بازوی به قوت داشتن و به خاطر آنه که مقصد اگر قوم پیامبرم که در عوض کشته شدن پیامبر اگر بلند شوند و خواهند با کشنده ها اگر بجنگند، اینجا در مقصد نفرهای زیادی از هر قبیله است، دیگه ایون نمیتونن با همه قبیله جنگ کنند. خلاص بسیار نقشه ها کشیدن، شمشیرها را زهرآلود کردند و از سحر گویم تا نصف روز خواب کردند تا که این کار شب باید انجام بگیره. وقتی این نقشه را کشیدن، جبرائیل پایان شد و آمد، گفت که الحال پشت درهای پوشیده نقشه کشتن تو را کشیدن و مسئله همین است که باید که ابوبکر صدیق آگاه که همسفر تو ابوبکر صدیق می شود و شب مقصد با همراهی او میرین طرف غار ثور، در غار ثور 3 روز باقی بمانین، از اونجا بعد مقصد طرف مدینه میرین. برادران عزیز، حالی سوره انفال اگر ما نگاه کنیم، خدای مهربان میگه و یمکرون، این و یمکرون الله والله خیر الماکرین. الله مهربان میگه اونها هم نقشه کشیدن، اونها هم تدبیر کردن، لیکن من هم نقشه میکشم، من هم تدبیر میکنم. والله خیر الماکرین. خدا میگه که دانین که بهترین نقشه کش من هستم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. اونها نقشه ها را کشیده بودن که پیامبر از بین میبرند، لیکن الله مهربان ببین که کار چگونه کرد. پیامبر نیمی روز بود، اگه گپ در سر محبت پیامبر می رود، در نیمی روز برادره از بس که درجه گرمی تا 50 تا 60 درجه بلند می شود، هیچ کس در نیمی روز
از خانه بیرون نمی برآمد. و این زمان بود میکرد که در ابوبکر صدیق تق تق شد. عایشه مادرمون میگد من همراه پدرم در خانه پدرم بودم. خدمتگار میگه رفت دید و گشت آمد گفت محمد است صلی الله علیه و سلم. میگه ما در حال از جامون بلند شدیم، گفتیم در این گرمی خیلی یگان کاری تعجیلی است. میگه وقتی حضرت وارد خانه شد او در خانه کی است؟ گفتیم بجز مقصد همین عایشه کسی نیست. گفت ابوبکر. گفت این بیگاه امر الهی شد که من همراه تو همسفر شوم. وقتی میگه برادرها که بینین این سفر بسیار سفری خطرناک بود. با پیامبر هر کسی که میرفت جانش در خطر بود، زیرا که همه مردم تردد نابود کردن و دستگیر کردن و در همین حالت بودن. بعد از همون شب کار باید آغاز میشید. وقتی برادران عزیز ابوبکر صدیق میگه ایرا شنید، گفت که خداوند مرا انتخاب کرد که همراه تو رو. گفت بله الله مهربان جبرائیل برای من خبر داد. برادران میگه عایشه مادرمون میگه من گریه از غم دیده بودم، نه که گریه از خرسندی را در پدرم دیدم. میگه آنقدر گریه کردم که از خرسندی را که من همراه پیامبر همسفر میشوم. ببینید مرا الله مهربان مقصد همسفر پیامبر انتخاب کرد. میگه وقتی در اثنای راه میرفتن ابوبکر گاه پیش میدود گاه قفا میدود. میگه پیامبر میپرسید چیکار میکنی؟ میگه هرگاهی که پیش میرم فکر میکنم یگان کس از پشت یگان ضربه نزند به تو. باز قفا میام با فکر میکنم از پیش است. خلاص تا مدینه را حضرت بیقرار بود که پیامبر گرامی مقصد حفظ شود و صحت و سلامت رسد. برادر عزیز و گرامی، البته در باب محبت پیامبر گرامی ما خیلی از صحابه ها، از حیات صحابه هامون خیلی قصه های زیادی داریم، ولی اینقدر شما دانید که از اون آیت و حدیث هایی که من به شما گفتم، دوست داشتن پیامبر این دوست داشتن الله هست. حتی در قرآن هم دیدیم که خداوند گفت قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر کسی گوید که من الله را دوست می‌دارم، الله مهربان گفت سخن او وقت تصدیق می شود که او محمد را دوست بدارد و او پیروی از گفته های پیامبر کند. اینجا در دعوای او که الله را دوست می‌دارد اینجا در خودش حل خودش یافت. برای همین برادرای عزیز و گرامی، ما که در این ماه قرار داریم، انشاءالله همین روز جمعه روز 9 ربیع الاول می شود. من همه شما را برادرای عزیز و آمدن این ماه مبارک چگونه ای که بسیاری از علمای ما و شما، دانشمندای ما و شما که در زیر همون حدیثی که وقتی پیامبرمون در مدینه آمد و مردم یهود دید که مقصد دهم ماه محرم روزه میگیرن و گفت این چی روز است؟ گفت پیروزی موسی به فرعون هست. پیامبرمون گفت من از شما به موسی نزدیکترم. حضرت امر کرد به روزه گرفتن. بسیاری از شارح های حدیث گفتن وقتی که یک پیروزی مقصد موسی مردم روزه میگیرد، ما چگونه برای آمدن این پیامبر گرامی که مقصد یک پرده زلالت و پرده سیاه را از روی عالم گرفت، چگونه ما از او یادآوری نکنیم؟ برای همین برادران عزیز و گرامی، ما در این ماه که مادام قرار داریم و برای مردم که در خانه هاشان یا در مسجد است، هر جایی که وقتی که برای مردم اعلان میکنن یا برای مردم از تاریخ پیامبر ما گپ میزنن، نیست که الحال صحبتی را که من به شما کردم، اینها برای ما و شما خیلی در
یادداشتمان میماند، زیرا که با سال آینده را همین تاکیدها و همین مقصد مصلحت ها خیلی برای تقویت ایمان شما، برای یک مقصد پیدا کردن بسیاری از مسائل و مسئله ها انشاءالله یاردم خیلی کلان می شود. خدای مهربان عاقبتمون رو بخیر، ایمانامون رو با سلامت نگه دارد و آنچه را که گفتیم خداوند توفیق عملش نصیب کند و الله مهربان توفیق من دهد که در همین حال حیاتمون دوستدار الله و رسولش باشیم و همچنان توفیق من دهد که پیروی از آیات های قرآن و حدیث های پیامبر کنیم و روز قیامت هم پیامبر گرامی از ما روی نگرداند و از ما پشت نگرداند و بلکه ما را همچون امت گفته قبول گرداند. الله مهربان ایمانامون کامل و خاتمامون بخیر گرداند. آمین یا رب العالمین. سلام.